سلام به تمامتان دوستای عزیز. قسمی که شما میفهمین این یکی از گزارش های شهری می باشه و از شما خواهشمندم تا تلویزیون آریانا را دنبال کنین و گزارش عفی زمین را از یاد نبرین. این دختر با استعدادم که در پالی ما میبینین آمد گفت من گپ به گفتن دارم، باید گپ مرا تو داشته باشی در گزارشم. خوب هستی؟ بله سلام. نامه که چیست؟ فرنگیز فایز مترجم سنشش. نام خدا. دمی لیسی زرگونه؟ بله در لیسی زرگونه. نام خدا. خانه‌تانم دمی منطقه است؟ خانه ما سرک 12 قلعه فتح‌الله است. نام خدا. این حال اینمی کامرا و مایک در خدمتت است. من میخوایم یک شعر داشته باشم. مهربانی. هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است. دقت بکنی نور خدا در دل خانه است. در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی؟ اول تو ببین قلب کسی را نشکستی. این گونه چرا در پی اثبات خداییم؟ همسایه ما گشنه و ما سیر بخوابیم. در خلقت ما راز معمای خدا چیست؟ انسان خودش آینه کعبه مگر نیست؟ برخیز و کمی کعبه اعمال خودت باش. چنگی به نقابت بزن و مال خودت باش. تصویر خدا پشت امین کان نقاب است.